یکی از دوستان بهت پیشنهاد میده که امیرسام 500 میلیون بگیر 1 کیلو شیشه واسه من جابجا کن. جون مادر به هم بچه‌ها که گفتی بیا من تحویل بدن اینو بگو بیا همه اشیا تحویل بگیرم ببرم. نمیتونم من نمیشه مامانم میخوام گوشه کنم جون مادر بیاین ببرم. رفیقتون بهتون خبر بده که متاسفانه داماد در حالی که داشته میومد دنبال شما تصادف میکنه و فوت میشه. سلام جونم. مثلا تاف دارم. چی؟ شوهرم بود. وای زندگی تو سر قماربازی، عیش و نوش، رفیق بازی از دست دادی. باز بچه‌ها جمع شدن امروز قمار مشتی بزنیم. برگ مال ماست. اصلا نگران نباش. همین بچه‌ها کل زندگی تو. نه ولش کن. زن و بچه رو ول کن. الان اینو بچه. صفا. سرم خیلی حالم خوب نیست. نشه شدی گفتی پسرم. حالا داشتی فوش میدادی منو. بله معلومه. بله. امیرسام رحم علیکم. میگه کلید قلبمو دادم بهت گم نکنی. هر خار و خسی رو بعد از این نگیری به جای من. ای این قسمت از برنامه رو تقدیم میکنم خانم هایده. ولی چه فایده، کنار ما نیستن که ببینن این برنامه رو. به افتخار خانم هایده بزنید. خب بی وقفه شروع میکنیم با شرکت کننده اول آقای یونس آقایی. بفرمایید. به افتخارشون. آقا سلام. احوال شما؟ سلام حال شما بفرمایید. خوبی؟ این سلامتی؟ استقلالی تیر ها. بگو از کجا فهمیدم؟ درست گفتم؟ آخه استقلالی باشه من چیز بابش میپوشید آخر. نگم پرسپولیسی نفوذی هستی. بله. خودتو معرفی کن. من یونس آقایی هستم. اگه سلام میدی ولش کن. آروم باش بریم آرومتر. بفرمایید. آرومتر میخورم. نه بفرمایید. خودتو معرفی کن. یونس آقایی هستم. با بگم از کجا اومدم؟ بفرمایید. چند ساله از کجا تشریف میارید؟ 21 ساله از شهر قدس. ماشاءالله. آقا یونس رزومتون رو اعلام بفرمایید. من اولین باره همچنین اقدام فرهنگی کردم. بقیه هم هنری بوده. شغل چیه؟ قیافم نمیخوره بزن نگم. بگو. آرایشگرم. چرا به قیافت نمیخوره؟ مخلص همه آرایشگرا هم هستیم ما. خب پس اولین بار جلو دوربین میریم. بله. آقا یونس میوه فروش وانتی هستی؟ موز میفروشی. مخلص همه موز فروشای وانتی هم هستیم. بعد کراشت یهو میاد ازت خرید کنه. از دختر خیلی خوشت میاد. تو یه جور باید مخ اینو بزنی. اینم میخواد بیا ازت خرید کنه دیگه. دختره بهت هیچ رقم پا نمیده، شما میخوای مخشو بزنی. بریم آقا بفرمایید. فقط جسارت نمیشه شما کمک کنید. کمک چی؟ باروی شما به جای کراش ما برسید. کراش دختر پسر نیست. ایرادی نداره. فدات بشم. آقا میریم ادامه با هم دیگه هستیم. خب اگه میخوای یه فروش اینترنتی خیلی خوب و خفن رو تجربه کنی جایی نری ها، بیا پیش منتور استارز. خب بریم ادامه برنامه رو با هم ببینیم. بیا آقا موز دارم، موز مجلسی دارم، برس موز وارداتی دارم. بیا آقا آبجی ارزون ها بفرما. موز دارم چه موزی؟ به به به. برس موز دارم، موز دارم، موز شیرین. اما جان بفرما موز. بفرما موز دارم چه موزی؟ به به. بیا موز دارم همون. بیا آبجی رو امتحان کن بعد بخر. موز دارم موز. فهمیدی موز داری بگو. بیشتر از این فقط موز دیگه مثلا چیزش کنم تبلیغش کنم. برس موز مجلسی. اما جان بفرما ارزون میرم به خدا. موز دارم موز دارم. نمیخوای به یه قیمت بگیری اما؟ سلام. احوال شما؟ سلامت باشید. موزاتون چنده؟ قابلتون رو نداره. فدای شما بشم. سلامت باشید. قربان شما. موز چنده؟ موز واسه خانمای خوشگل 3 کیلو 10,000. واسه ما چی؟ واسه شما رایگان. اینقدر خوشگلم؟ خیلی. اینقدر چشت گرفته؟ خیلی. اینقدر زده؟ خیلی. نه من نمیخوام مرسی. ما بیا مشتری میشه. حالا وایس یه ذره صحبت کنیم با هم دیگه. چرا سریع نمیخوام. بعد دقیقاً امتحان یه دونه موز برات بکنم بخور شب خوشت اومد. موز برات بکنی؟ آره. تو معلوم یعنی چی موز برات بکنی؟ من یه دونه موز سوا کنم برات. یه موز بده ببینم.
بفهم موز و لیمو چه رنگ زردی داره؟ حالا میخوای بگیری؟ موضوع خیلی بزرگ نیست. خب نه مال ما وارداتی آخر. از کجا وارد میکنه؟ ما از کشور خارجی. نه باز نمیخوام. بابا بیا حالا ناز نکن میخوای موز بخریم نمیخوای شماره بدی که. بگیره دستم خسته شد. کارت چیه؟ من واردات صادرات ماشینای سنگین موز فروشم دیگه. واردات و صادرات؟ واردات و صادرات. واردات و صادرات. زبونم بذاره میگیره. اشکال مشکل میبینم ببخشید. سلامت بشه. نمیخواد دستم بگیری دستم شکسته. بیا. خیلی من ممنون. تو جیبم بیا. میخوردی دیگه. حالا بعدا میبرم میخورم. شناختی منو؟ شما کی هست؟ شما؟ یعنی واقعا من نمیشناسی؟ نه. بذار دقت کن. برگرد. من چون به پشت بشستم. خودم بچه محل همه رو پشت بشستم. برگرد. خوبه. یونس تویی؟ کجا شناختی منو؟ دیگه شناختم دیگه. فدات بشم. آقا منم چطوره؟ دیگه سلامت بشه. یه ساعت میگم با منم یونس آشغال فروش بابا. موزاد آشغاله پس این موزاد نه بابا شوخی من لقب بچه محله بذارم دیگه پایین شهر میشناسی. یونس آشغال فروش به وقت من چی میخوای از من؟ بابا وایس حالا چه سری وقتتو نگیرم. ما 2 دقیقه شد وایسادی آقا. من 3 دقیقه برنامه تموم کنم جانم یونس. بفهم. اگه شما لحظه لاز گرفتی؟ نه کردی؟ نه پوست خیلی تو خیلی زیبایی. آقا واسه کجام هیزه؟ چرا فرار می‌کنی ابتسام؟ کارت دارم آخه لعنتی. مخ منو بزن دیگه. مخدو بزنم؟ آره. خیلی زشت نیست. من میرم. وایسا غلط کردم بابا وایسا او بفهم. او ای حالا نداریم شماره داشته باشیم با خانواده. تو چی تو خودت دیدی میخوای به من شماره خودم نبینم. موز وارداتی میارم پسر میدونی یعنی چی دختر زبونم گرفته ببخشید من میگم که خانم یونس آشغال فروش من خواستگارت آقا یونس آشغال آقا یونس آشغال فروش ببخشید آقا یونس آشغال میذاری حرف بزنم من خواستگار آووکادو فروش داشتم بهش گفتم نه آی پی میوه برات میزنم بابا نگاه نکن 2 دره ها چی 2 دره ماشین 2 دره دیوانتی هم میگه لوازم لاکچری 2 دره تو به رخ من میکشی از این لاکچری تر شده از این لاکچری ترش اومدم شما بابا از این لاکچری تر شده من شماره نمیدم بابا وایسا دیگه چرا اینجوری میگی تو میری معاملمون نمیشه اینجوری داری میکنی حالا چقدر میتونی هزینه کنی من تا صبح ناموسن تا صبح 100 تومن میدم 100 چی ناموسم 100 تومن 100 چی 100 چی دوست چه 100 چجوری دوست داری هر پیسی که میزنم به خودم 100,000 تومان پولشه چقدر گرون بله یونس آشغالی بله بابا تو حالا راه بیا حالا هر صدی که تو دوست داشته باشی یه 2 بزن به حساب من با اینقدر سری با هم صحبت خالی آقا تازه ما دعوتت کنم باغ جمالی نه کدوم جمال میشناسیش الان میاشته میشه با بچه‌های ما نه من بابا وایس یه داری میگی ندارم میرم بابا این کارا چی آخه داری بابا ساسایا دعوت من دل دادم به تو آخه من چی آخه تو دل دادی من هیچ به تو نمیدم یعنی چی نمیدم من چی شهر هرت من هیچ نمیدم من به تو دل دادم آخه بابا یونس برو چرا پسینه دستیات بسینه من آخه بابا یونس تو مثل که واقعا منو نمیشناسی یونس آقا یونس آشغال فروش ببینم به افتخار آقا یونس فرد یونس نتونستی مخ منو بزنی یونس نتونستی مخ منو بزنی یونس اون خاطر منو بزنی خواهی تلفون نرم حسین هم داشت حاله کورتیز بودن نمیتونه که چرا تابلو ترش نگری درکی خوبه نشست ببین نظر داوره ما چی هن آقا حجتی بفرمایید آقا یونس دست شما درد نکنه عالی بودی ولی خب استرس خیلی داشتی احساس بدنت هم یکی نبود کلا همش سوالای تکراری میکردی اصلا اقدام نکردی نوکشو بزنی فقط یک کلمه تکرار میکردی در کل خوب بودی موفق باشی تمرین خیلی لازم داری مرسی هرچون آقا تو بفرمایید خلاقیتتون خوب بود ولی من بازیتون رو دوست نداشتم خیلی یک نواخت بودش اصلا با صداتون بازی نمی‌کردید و همینطور با میمیک صورتتون انشالله که موفق بشیم دوستان چی میگن دیگه مرسی خانمت نیموجی اول لحن مناسب نقشت بود اونو تونسته بودی خوب در بیاری باورپذیری نقشت هم خوب بود یه ذره خب به هر حال این فعل به در بودن خب سختیش تو همینجا ولی در کل میتونی توی این راه ادامه بدی میتونی موفق باشی یه ذره فقط بازی مکانیکی بود دیگه اونم علتشون دفعه اولی کار نکردن قبلیه انشالله که موفق باشی سلامت باشی یونس کجا تیراندازی شده بود؟ یه
این تیرای چیزه عباسه همسر برجک بود. آره اینو چنده مگه؟ من تو گفتی هزینه برات بدم، یه دستمال گازی برای خودت نمیگیری اون یادگاری بچه‌ها. ماشاءالله ای والا. داشون از خودت کجا می‌بینی؟ به نظرت صعود می‌کنی یا نه به حل بعدی میری؟ والا مونده به داورا دیگه. دفعه اولم بود مقدار استرس داشتم. ان شاءالله که اولین شرکت کننده بود، خواستیم زیاد بهش ردیم. برو حالا خیست یه جا دیگه شما فکر کنید شما شغلتون آرایشگری بوده. افتخار یونس بفرمایید. میریم سراغ نفر بعدی شرکت کننده دوم. قاعدتا باید خانم باشن دیگه. سرکار خانم جباری تشریف میاریم. افتخارشون. سلام. عرض ادب. خیلی خوش اومدید. بفرمایید خودتون معرفی کنید. زهرا جباری هستم. بله. خواهش میکنم. خانم جباری جلو دوربین قرار گرفته بودیم. تا حدودی بله. تهران هست. بله تهران هست. الان ونک فرض کنید که تاکسی گرفتیم، ونک سوار شدیم، سوار تاکسی داریم این سمت برفا شهریار. چاکر بچهای خطی ونک شهریار. بعد سوار تاکسی شدیم و بعضی مالتون خیلی بده، کلافه این دختر تو خونه مریض، پول دارو ندارین. همونجا یکم بغلتون تو تاکسی نشسته. متوجه میشین که کیف پول در حال افتادنه. این کیف همون دلارا هم میبینید تو کیف. اینو واسه من بازی کنه ریاکشنتون رو بفرمایید. مرسی. اینم تاکسی باشه دیگه. لطف کنید افتخار بدید شما. آره من همونیم که کیفم بیفته. آقا لطفاً منو سر شهریار پیاده کنید. خیلی ممنون میشم. چون من نمیشناسم اینجا رو میگم و بوم نکنم. دست شما درد نکنم. مرسی. دست اندازان گرفتار شدیم. دست اندازان با صدای بلند میزن. آقای راننده من بغل پیاده میشم. ممنونم. مرسی. مرسی. آقا کیف تو آقای راننده کیف این آقا افتاد اینجا. باشه الان بهتون میگم. آش کرایه من چقدر میشه؟ اگه لطف کنید آمادش کنم. بله 60 تومن. بله نه ممنون. کیف این آقای راننده، کیف این آقایی که گفتم افتاده. بله اگه بیچاره بی زحمت تماس بگیرید یه جوری کیفشون رو بهشون برسونید. بله من میذارم اینجا رو داشت براتون. خیلی ممنون. من پیاده میشم. متشکرم. اینم کرایه حسابتون. مرسی. بریم نظر دوباره عزیز ما چیه؟ خانم عطی بفرمایید. چرا من اول؟ چون خانم هستم. اول نیم. اولی خیلی مهمه ها. دیالوگاتیم کم بود، یعنی نمی اومد دیالوگ بیارید. من اگر جای شما اونجا بودم نمیذاشتم مرتضی بره.
یعنی نگرش می‌داشتم با زوری نگرش می‌داشتم، داد می‌زدم آدم وایسا کیف جا مونده، نمی‌ذاشتم اصلا به ته خط برسه، به کرایه پرداخت کردن برسه. از مرتضی بازی می‌گرفتم، قطعا میگم چرا قبول کردی به من این کیفو پس بدی، چرا فلان، و بازی در میومد توی این مسیره. یعنی اگر اصرار می‌کردی با داد بیداد که مرتضی رو نگهش داری. این دیگه خب حالا به هر حال برای فعل بداهه بودن و اینا اوکیه. انتقال احساستون هم یکم پایین بود، یعنی که اون حسه کم بود، ولی خب چون تجربتون توی این مسیر زیاد نبوده در مجموع خوبه. ممنونم نیما. خانم مهمتی بفرمایید. خب خانم هستید و من چی بگم آخه. برای اولی بار عزیزم خوب بود، تلاشت خوب بود برای اینکه خودتو بسنجی، ولی اصلا تسلط نداشتی تو بازی. بعد اینکه چجوری تو اون کیف پولو از این صندلی عقب گذاشتیش روی داشبورد، اصلا باورپذیریش برای من خیلی آره خب دیگه صندلی که ماشین نبود دیگه، باید تصور می‌کردیم که اونجا ماشینه. بعد زبان‌بندیتون خیلی به نظر من اشتباه بودش برای اجراتون و اینکه جا موندید از دیالوگاتون. مثلا مرتضی رفت بعد نگاش کرد آقا من خودم ماشین بودم، می‌خواستم که شاید مثلا نشنه بره، مثلا کیفه بمونه، یه همچین بازی رو بخواستم در بیارم که حالا نمی‌دونم چقدر مورد پسند. مرسی. آقا حجتی بفرمایید. به نظر من یکم خلاقیتتون ضعیف بود. بعد یه سوال، شما چجوری از ماشین پیاده نشدید مستقیم اومدید از داشبورد رد شدید رفتید؟ اصلا چی میشه مگه؟ مثلا آقا مرتضی پیاده شد رفت، شما همینجوری بلند شدید راه رفتید، اصلا انگار از یه صندلی یه محوطه بلند شدید حرکت کردید. بعد کنترل استرس نداشتید اصلا، خیلی استرس داشتید. ان شاءالله موفق باشید. ممنونم آقا حجتی. خب خسته نباشید خانم جعفری یا جعفری؟ خانم جعفری. به نظر خودتون چطور بود؟ به نظر خودم خوب نبود. واقعا اگه همچین اتفاقی واسهتون بیفته چیکار میکنه؟ حالا الان اصلا هیچ فکر کنید اصلا دوربین نیستش. واقعا همون لحظه سری کیفشو میدادم، ولی شما حتی اگه گرفتار بودید، بله. من خودم مثلا اینجا نشسته باشم بچه اینجا کیف بیفته 100% میدم من. مثلا گرفتارم باشم میدم. مثلا آقا کیف اینجا صدا میزنم که بفهم نفهمیدم کیفو برمیدارم. ببین این کار واقعا مرتضی درست نیست. الان چون آموزنده از ویدیو دارم میگم، آدم به هر حال گرفتاری تو زندگی هست. کیف مدارک اینا پولا رو بردارید کیفو بس بدید. اینجوری یعنی بچه‌ها هم نظریم، فقط سناریو عوض شه. اینا در کل ما دنبال کیفی. ولی تا انتهای مقصد کلا چشمشون به شما بود. تا انتهای مقصد، یعنی ماشین حرکت نکرده، مرتضی همونجا وایساده. شما با کیفو برمی‌داشتید ولی در کل عالی بودی. انشالله که رأی بیاری مراحل بعدی ببینیم. به افتخارشون بفهم بشید. ولی در کل شوخی کردیم. ما کیفو به صاحبش برمیگردونیم و باید هم انعام ازش بگیریم. نده که اصلا زد و خورد میشه. مژدگانی رو باید بگیریم ازشون. میریم سراغ نفر آخر امشب ما، جناب آقای عادل یگانه. بفرمایید. آقا سلام علیکم. سلام علیکم. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. خیلی مخلصم. خیلی خوش اومدید به برنامه ریاکشن. شما تاج سری. اگه سلام علیکی هست بفرمایید. سلام عرض ادب خدمت داوران محترم و فیلمبردار و آقایونی که تشریف آوردن. آقا موسی. آقا عیسی. نه آقای چیزه. اون توهیه. جاش خالیه توهیه. عزیزی خوش اومدید. خوش اومدید. آقا چند ساله از کجا تشریف میاری؟ آقا من 45 ساله از شهریه. از شهریه، مخلص بچه شهریه هستی. آقا یگانه جلو دوربین رفتین تا حالا؟ یه 4-5 ماهی رفتم. ماشاءالله. زنده باشی. سینمایی، سریال. بله. از دوربین دیده ای؟ به شما نمیرسیم. نه آقا ما که خواهش شما. بزرگ تاج سر. بازیگره بود آمریکایی جیسون استتام. زدم تو خال یا نه؟ میشناسی دیگه؟ بله. سریع و تند و خشن آتشی. من خودم عاشق فیلماشم. جیسون استتام. مخلص آقای فاری فورت. انگلیسی بلد نیستم. آقای جیسون استتام. خب آقا عادل متأهلی؟ بله. خب فرزند ندارم. نداری. انشالله که خدا شما فرزند صالح زنده باشید. آقا عادل شما یه آقای متأهلی هستی که 10 سال ازدواج کردی و هر کاری میکنی بچه دار نمیشی متاسفانه. خدا به تو بچه نمیده. حالا حکمتیه، نعمتیه، هرچی خدا بخواد. و همینو کلنجار میریم با خانومتون. یعنی هر روز
بحث داری هر روز این دکتر اون دکتر دیگه اعصابت نمیکشه. آفرین زدی از خونه بیرون اومدی تو پارک میبینی یه بچه طفل معصوم کنار نیمکت پارک خوابیده، این برای نگاه کن اون برای نگاه کن، این اصلا صاحب نداره. این بچه رو برمیداری میبری خونه به خانم نشون میدی. اینو 3 دقیقه واسه ما بازی کن ریاکشن. مرسی. شما میشه زحمتشو بکشید؟ زحمت خانم رو بکشید. آره صحبت‌های خانم رو. نه من نوکه شما داداش شما عزیز ببخشید. نه خواهشم شما بچه رو پیدا کنید حالا اومدی خونه من خواهم بچه. بچه مال کیه؟ ماشاءالله ماشاءالله. آقا بچه اینجاست ببخشید داور رو ببینن. آره داور این بری باشید. آره اینجا خودم تو این بری باشید. آره بچه اینجا. آره ماشاءالله ماشاءالله چه بچه خوشگلی. خدایا این مال کیه؟ کیه دلش اومده این بچه رو ول کنه اینجا؟ چیکارش کنم خدایا؟ خدایا اینو تو قرار دادی جلوی پای من ببرم خونه نبرم خونه. خدایا چیکار کنم؟ چرا من اینجا قرار دادی؟ میبرمش هرچی خدا بخواد. شاید خواست خدا بود بعد از 10 سال خدا اینو بذاره جلوی پای من زندگی وزیر رو به اون رو بشه. شاید این نعمت خدایا هرچی خودت صلاح میدونی یا خوشحال میشه یا نمیشه دیگه. اینم که گذاشتن اینجا طفل معصوم. عادل اومدی؟ سلام. وای خانم دوست دارم این بچه چیه با خود آوردی؟ خدا نگاش کن این بچه برای کیه؟ چرت باریک بچه رو نگاه ببین چقدر خوشگله ای. اوه چقدر خوش. خدا عادل کی؟ ببین بچه رو ویل کردن تو پارک رفتن. شاید کار خدا بوده. حکمت خدا یا نعمته یا ثروته. اینو خدا بهمون داده. عادل بشین میتونی نگرش داری؟ آره شیرم بهش میتونی بزرگش کنی؟ عادل الان مامان این نگران اگه میشد نمیذاشتش اونجا. ما یه خورده همت میکنیم خودمون بچه خدا داده اینو خدا داده. این خواست خدا بوده. بذار ببینم چی ببین چقدر قشنگه. ماه پسرم هست ببین اونی که تو میخواستی ها. ببین همونی که خدا خواستی اونو داد بهت. مامانش تو میشی از این به بعد. باباش کی بشه؟ باباشم منم. نعمت خدا این خواست خدا بوده. این ببین این هدیه به توه. شاید خدا خواسته اینجوری دلتو شاد کنه. مرتضی این ور فرش بشین. آقا عادل اونجا بشه. نه شما که روی آقا عادل این بری باشه. خب عادل بزرگش میکنیم با هم دیگه. بالاخره هرچی خدا داده بهمون. چرا جلوی پای کسی دیگه سبز نشد؟ چرا بعد از 10 سال اومد جلوی پای من و تو؟ خدا فرستاده اینو. مامانش الان دق مامانش اگه میخواست دق کنه که نمیذاشت اونجا. عادل بگیر یا بده به مامانش. نه اینو نگرش دار. اینو خدا به ما داده. مگه اسباب بازی اسباب بازی نیست که خاص خدا دلش رحم اومده به تو دلش سوخته. بقیه مامانم کیم بگیم چی؟ اون موقع خدا بزرگه. ببین بچه رو تو بزرگ میکنی زحمتشو میکشی. اون موقع فقط تو رو میبینه. این بچه تازه شیرخواره است. عادل مرسی. اینو نگرش داری نعمته. اینو بزرگش میکنی. اسمش هم میذاریم نعمت. اسمشو نعمت بذار. عادل مرسی. به افتخار عادل. مرسی عادل مرسی واقعا من نه خواهش میکنم. حالا ببین نظر داورای عزیز ما چی هن؟ نیما بفرما. سرعت رفتن تو نقشت رو خیلی دوست داشتم. یعنی داشتی باهاش صحبت میکردی رفتی تو نقشت. اونو خیلی قشنگ بود. انتقال احساست خوب بود. این که حس کرده بودی همه سال بچه نداری و اینا. یه ذره استوپات خوب نبود. پازایی که میدادی یه ذره منتظر میموندی که مثلا ذهنیت برات ساخته بشه و خب اون به خاطر فیلم ادامه بودن خب طبیعیه پیش میاد.
در کل عالی بودی استاد ما. زنده باشید. مرسی خانم همتی بفرمایید. خیلی بازیتون مکانیکی بود اصلا دوست نداشتم. بعد یهو درخت سبز شد، مثل درخت سبز شد. بچه درخت مگه؟ نه خب از اینجا پیداش کردم. بابا بچه از گناه داره تو رو. سبقات گذاشته بودنش دیگه. تعاملتون با پارتنرتون خیلی خوب بود، دوست داشتم. بعد احساساتون هم کاملا برای من فیک بود، اصلا احساساتون منتقل نشد به من. مرسی خانم. مرسی. آقا حجتی بفرمایید. به نظر من سناریو خیلی عالی بود، خلاقیتت خوب بود، کنترل صدا عالی بود، خوب بازی کردی. فقط یه ذره تکرار دیالوگ داشتی که اونم با تمرین بهتر میشه. انشالله خوب. زنده باشید. مرسی آقا حمید. خب نظر خودت چیه آقا یگانه؟ والله هر چی نفر آخر امشب ما هستی، به نظر خودت اون دو نفر هر چی آقایون داور بگن، آقایون خانم داورم خانم داور. بله خانم آقایون داور. شما خودتون هم چک نه من که کاره نیستم، من اجرای دارم. به نظر خودت میه بالا نمیدونم نسبت به اون دو عزیزی که ما من نمیدونم والله نمیدونم چی بگم. انشالله که خدا بخواد. برو بشی تا صدا آدم باید آدم باید خدا رو فراموش نکن. فقط خدا. خب قبل از اینکه بریم ادامه برنامه رو با هم ببینیم، میخواستم اسپانسر عزیزمون رو بهتون معرفی کنم، رویال سنتر. حالا چیکار میکنه این املاک رویال سنتر؟ خرید، فروش، رهن، اجاره، باغ، باغچه، زمین، هر چی که بخوای، ملک صنعتی در کوتاه‌ترین زمان واسه شما فراهم میکنن. شما فقط به مشاورشون زنگ میزنید. بریم ادامه برنامه رو با هم ببینیم. خب مرسی، خیلی تشکر از لطفتون. باور به من گفتن کیه؟ من باورم نمیشد این شخص انتخاب بشه. ستاشون خیلی خوب بودن، عالی بودن. نظرت چیه آقا یونس؟ به نظر انتخاب شدی؟ به نظر من که آقا خیلی بهتر بود نسبت به اون بازی. خودت چی؟ درسته بزرگ ما رو درواسی نداشتی باش. خواهش میکنم. من چون سری اولم بود یه مقدار ضعف و اینا که میتونم طبیعی داشته. درسته بله. نتونستی مخو بزنی. آره دیگه. مجردی؟ بله. عاشق شدی؟ نه. سینگلی؟ بله. آره دیگه من میدونستم یه نقشی بهت میدادم. تو اگه مخزن بودی چند سالته؟ 21 سالم. تو این 21 سالگی 100% دو سه تا ایرلو داشتی. خیلی مخلصم. خانم جباری بفرمایید شما به نظرتون کی رأی آورد؟ به نظر آقایون بهتر بودن. یه نفر میاد بالا. به نظر آقایون. شما هم خیلی خوب بودین که. شما هم خوب بودین. نه ما یه مقدار ضعفو که هممون داریم. ذهنم بود در نتونستی. آره. شاید شما برنده شده باشید. نه فکر نمی‌کنم. آقا عادل شما چی؟ شما نظرتون؟ نظرم احتمالاً این خانم باشه. خانم جباری چرا؟ بازیشون دوست داشتی؟ یعنی خوب بازی کردن؟ خودتون چی؟ من خودم نه. یونس چی؟ آقا یونس هم خوب. کجا میدونست آقا عادل؟ شاید باورت نشه یونس، شاید باورت نشه یونس شما. من نمیدونم دلشون رو بردی، پول دادی بهشون، چی جوریه که انتخاب داورای ما عادل بوده. بزن به افتخار آقا عادل. مبارکت باشه. محله بعدی میبینیم شما. آقایون داور بفهمه رو چه اساسی آقا عادل اومد بالا. بازیتون خوب بود. برای اولین باری که من میدیدم عالی بودید. اینکه اون حس رو تونستی من منتقل کنید در هر صورت، با اینکه یه خورده من ضعیف دونستمش. زنده باشید. ببخشید دیگه یه موقعی نه خواهش میکنم. کسی نداره. زنده باشید. ما راضی بودیم. فقط یه ذره تمرینتون یادتون نره دیگه. برای اول ما به توسط شما داریم بزرگ یاد میگیریم آقا. خواهش میکنم. ان شاءالله شما خودت استادی بی‌نظیری، بچه‌ها هم واقعا خوب بودید. 100%. اختلافا خیلی کمه واقعا و کار ما هم دقیقاً واسه همین سخته. ولی خب دیگه نسبت به چیزی که جمع گفتن دیگه عادل انتخاب شد، ولی واقعا تو این راه قطعا هر سه تاتون موفق بشید. خب ما اینجا از یونس خانم جباری خداحافظی می‌کنیم، ولی تو رو خدا ناراحت نشین از دست ما. یعنی خیلی‌ها هستن، اینو می‌خوام عرض کنم خدمتتون که هستن توانایی اینه که بیان نه جلو دورو بیان جلو 4 نفرم حرف بزنم ندارن. یعنی شما ماشاءالله هزار ماشاءالله میاین میشین موقعیت سازی می‌کنید،
بازی میگیری ابدا از زبان از همه چی بازی میگیری آقا تو خدا قرار نکنی به افتخار بچه عادل میمونه بچه‌ها میرن میشن عادل ماشی چیکار کردی با دل داورای ما چیکار کردی با ما امشب عادل زنده میتونم عادل صدات کنم دیگه بله. خیلی رفیق شدیم دیگه باز سعی اشکی هم پوشیدیم و انشالله که انشالله هیچ وقت نباشیم خب انشالله هیچ وقت انشالله هیچ وقت به تن هیچ ایرانی ببین مشکی نباشه الهی آمین چه این ور چه اون ور فرقی نداره. الهی آمین الهی شاد باشه الهی آمین برنامه رو میخوام با عادل عزیز تموم کنم محله بعدی میبینیمش عادل از قدیم گفتن که مشکی رنگ عشقه خدا نگهدار بزنیم به افتخارش مسابقه ریاک بده مسابقه است مسابقه ریاک بده مسابقه است مسابقه ریاکشنه گوش کن یه مسابقه است خوبک بیا تا برنده بشین گل بگیم گل بشتویم نیست هیچ کی هیچی نگه میخوایم جیغ بشنویم اک بگیریم ریاک بدیم همه خنده بازیگر تو بیننده و اینجا شب برنده میشم میره خونه صبح بازنده ها آی مردم جمشید بیشتر جون دل داده داره حتی فصل اول دست بگیرنده نزنید با کجا این که ریاکشن اومد بعد تازه شروع شد چای نخوده ریاک دادیم وسط برنامه کشته شده سر این داستان دراز مسابقه است مسابقه ریاک بده مسابقه است مسابقه ریاک بده مسابقه است مسابقه ریاکشنه